اکی قاری حکیم بود است حالی ماها به تشویش خورده و چریده و گشته ایستیم. ای مردن یگان درکی نداریم، پروای مردن نداریم، فقط در پیش مو پرابلم های دنیا پگاه دیگه هست. میگه او یک شخصه در قریبی مزار دکان داشت که هر یک مرده را می بردن در یک خلطه یک سنگچه را می گذاشت. یکم ینور تا یکم ینور دیگه سنگچه می پرتافت. همین کاری همین انسان یک انسان زیر نظر گرفت. میگه سالی دیگه اومد که همون دکان دیگه درش محکمه. ای دکانای پهلوش پرسید که صاحب این دکان کجا شید؟ گفتن این داخل خلطه شید، یعنی این برفت. هر یک قدم ما باید آماده مرگ باشیم. این اکی قاری برای ما خودش یک درس بود، یک تعلیمات بود که رسول الله میگه که شما هر یک مرده را میبینید که از دنیا میگذره، شما از او عبرت بگیرید. این قدر فرزند، این قدر یار و بیار در قوت او بودن، ببین که مرگ یگان کار کرده نتونستن. این مرگ همیشه مخلوقی هست که با یگان کس رحم نداره. اجل پروای پیغمبر ندارد، اجل پروای سیم و زر ندارد. عجب رسمی است رسمی آدمیزاد که جانش میرود باور ندارد. پیغمبر وقتی که مرگ وقتی که بیان نمیگه این خونه پیغمبره، نمیگه خونه قاریه، نمیگه خونه کمبغله، نمیگه خونه کسلیه. در کسی که در کار شد برای قبض روح او میآید. میگه وقتی که در کدام خانه که مصیبت میشه که در اونجا سر صدا میشوه، گریه کنی و روکنی و محکنی میشوه، حضرت عزرائیل در آستانه در میآید میگه ای مردم، من از عمر این یگان سه کم نکردم، ای رزق این یگان سه کم نکردم، من مواظفم ای جانب الله تا وقتی که در این خونه یک کس حیات داره من برای قبض روح او میام. میگه اگر همو بستگان میت همین سخنهای عزرائیل بشنوند همه خاموش میشوند و سرگردون به حال خود میشوند. میگه که اکی قاری را خداوند رحمتش کنه که حالی در مردم در کار بود، بسیار انسان شوخیز بود، شوق بسیار میکرد خدا را عبادت میکرد. این طریق انسان ها در جامعه ما بسیار کمند. اینها همیشه شخصیت های بودند که خدا را عبادت میکردن و به خدا نزدیک بودند. ما از اینا به اطلاع و به خبر بودیم. این طریق انسان ها به صورت یک انسان های ساده فرمیگردند. در دوره حضرت امیر حمزه میگه وقتی که لشکر را به سوی جنگ روان کرد، اومد دید که در دمی ره یک دیوانه قنبر دارد، همین خاککاره. بعد گفتن که بگذره با او پره ره بره، اینجا خونه و در ایمنه، همین خونه و در میجخه. حضرت امیر حمزه که حالم لشکر همونجا بنده، او نگذشته، او این دیوانه ما را نمیمونه که بگذاریم. بعد حضرت امیر حمزه گفت خونه و در تا نمیفروشی؟ گفت میفروشم. شو گفت چند پول؟ گفت 1 تنگه. بعد حضرت امیر حمزه 1 تنگه شد. بعد با بالای همون خونه و درش بیم گذشت رفت، او بود او پر قنبر کرد. شو حضرت امیر حمزه خود دید که در جنت یک قصر زیبایی که همه تماشاش دارن. گوی ای کی باشه؟ گفتن که امیر حمزه اینو به 1 تنگه خرید که ای خوش ویدار شید. با به نزد همون دیوانه آمد که همون جای گو این خونه و در تا نمیفروشی؟ گو اوش در اوجا دیدی؟ دیگه این انسان ها انا همی خیلن. انا به همین خاطر این انسان بسیار شخصیت خوب بود، قاری خوب بود، عالم خوب بود، شیخ خوب بود، صوفی خوب بود، همه طرفه خوب بود. بازم خداوند رحمت و مغفرت کنه و این شخصیت قدم رنجه کردن خداوند اینها هم اجر پاداش بده. اکی مولوی بخشش داد.